Dört balam kaldı. Bir kız üç oğlum kaldı. از عائله من تنها یک دختر و دو پسرم که یکی در روسیه هست باقی ماندند. دختر دومم با شوهرش در پایان دهه زندگی میکردند. من با همسرم 30 سال زندگی یک جای داشتیم. دو روز است آرتقبای قمچیف ماتم دارد. او صبح برای بستن اسبش بیرون رفت، اما زمانی که برگشت منزل او با اهل خانواده‌اش زیر خاک مانده بود. در این خانه همسر، دو پسر، دو نبیره و کلینش قرار داشتند. آرتقبای پس از این مصیبت زندگی من بعدی خود را تصور نمی کند. من به هیچ کس چنین فاجعه را آرزو نمی کنم. وقت نشان خواهد داد که زندگی من چگونه ادامه خواهد کرد و چه سرنوشت مرا انتظار است. مقامات قرقیزستان هنوز چند روز پیش فرآمدن یرچ را پیش بینی می کردند. از این خاطر برای ساکنان خیمه گذاشتند، اما تا به حال در این خیمه ها کسی زندگی نمی کند. آنهایی که از یرچ جان به سلامت بردند شب را در منزل نزدیکانشان روز می کنند. با ما گفتند که به خیمه ها بکوچیم، اما ما هنوز کوچ نبستیم چون که دیروز برف بارید. احتمالاً امروز یا فردا با کمک اسب و خر به خیمه میکوچیم، زیرا دیگر انتخاب نداریم. دل محمد با قاشف رئیس جماعت زرگر میگوید آنها تصمیم دارند نه تنها ساکنان روستایی ایویو بلکه تمام مردم این جماعت را به منطقه های امن کوچ بدهند. در روستای تورتقل ناحیه اوزگن 42 هکتار زمین جدا شده است. حالا کارهای فنی ادامه دارد و باید تا 2 روز دیگر به آخر رسد. تا چند روز پیش ما روی خط 394 خانواده را داده بودیم، اما حالا به این روی خط دیگر عائله هایی که در منطقه های خطرناک زندگی می کنند وارد کرده شدند. طاهر بیگ کریموف نماینده وزارت حالتهای اضطراری در ولایت اوش میگوید فعلا کوچانیدن اجباری ساکنان از روستاهای خطرناک جریان دارد. در ولایت اوج نزدیک 2000 عائله در روستاهای خطرناک زندگی میکنند. برای برخی از این خانواده ها جهت کوچیدن به جایهای بی‌خوف مبلغ معین داده شد، اما آنها نمیخواهند خانه هایشان را ترک کنند. ما از بالای آنها به دادگاه مراجعت کردیم و اگر دادگاه قرار صادر نماید ما آنها را اجباراً میکشانیم و خانه هایشان را تخریب میکنیم. بر اثر فرآمدن یرچ در روستای ایویوی جماعت زرگر ولایت اوش 24 عضو 6 خانواده از جمله 9 کودک زیر خاک ماندند. مقامات قرقیزستان گفتند که روز یکشنبه جسد 3 قربانی یرچ از جمله طفل 2 ساله را از زیر توده های خاک بیرون آوردند. گفته می شود در سال 1994 نیز در همین منطقه یرچ فرآمده جان 51 کس را گرفته بود.